چو از مادر به دنیا آمدم من، مرا در گهواره بسته بودند. سری گهوارم بیشسته یاران، برایم نام لایق جسته بودند. السلام علیکم مهمانان عزیز، طالب علمان و حاضرین گرامی قدر، همه شما رو من به این تالار خوش آمدید میگم. چیزی که با همه ما و شما معلوم است، سنه 20 می در سراسری کشور عزیز ما و بیرون از مرز تاجیکستان عزیز جشن دو شاعر بزرگ، یکی لایق شیرعلی و دیگری مومن قناعت است. امروز در مؤسسه تعلیمی ما با تشبث آموزگار جوان و با استعداد غالب دور شهری آزمون جمهوری فروغ سلطانه کتاب است تاج‌نثار یونسی با خوانندگان یک چاره‌بینی آماده نمودند که بهر شما پیشکش می‌گردانم. سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعری خورشید و دریا، سلام ای محتوای عشق و هستی، بیمان با ساغری سرشاری مستی، بیمان ما را وطنداری بیاموز، سوادی خویشتنداری بیاموز. پدر جان قلبی تنهایم یتیم است، دلم دل نیست یک گوری عظیم است، دلم دل نیست ابری هرزگرد است، در این مرداد سردی سرد است. خداوندا 40 محراب من کو، بر ریگستان صدای آب من کو، دریغ استادی بی‌نظیرم چی گویم از بزرگیش حقیرم. سلام ای مردی راهی بیکرانه، سلام ای جاویدانه جاویدانه. تو از مادر به دنیا آمدم من، مرا در گهواره بسته بودند. سری گهوارم بنشسته یاران، برایم نام لایق جسته بودند. دو دست و پای من سخت بستند، که دانم قدری دست و پای آزاد. امشب ترش روی بارانی، کلبه مادرم به یاد آمد. با میچکید زیباران ها، در دلم عالم بداد آمد. در چنین کلبه فقیرانه، با دلی راست مادرم داراست. کودکانش به هر کجا رفتند، مانده در کنج خانه تنهاست. شاید با امید عفو گناه، رمضان از تو روزه می دارد. وقت افطار چکچک شبدار، هیچ برگوش نمی فارد. یا که در جای نمازی فرسوده، ذکر الله می کند در دل. یا ز پروردگار می خواهد که ز جنت دهد ورا منزل. بود وقت مادری پیرم، تازه رو بود میله تر داشت. میله‌اش داشت بوی جرغاتی، حیدری خزینه زر داشت. آستینی فراخ تا آرنج، برزده با 1001 تدبیر. گویا حق کودکانش را می ستانید از قلمکش تقدیر. صبحگاهان چو گاو می دوشید، پشت او را با مهر مالیده. داخل شیردوشه می افتاد، مله هایش ز شانه لغزیده.
سحرگه در تنوری بازودار، کلچه های بشیر می چسبان سری مجگان و ابروانش را، لخچه های تنور می سوزان. شیر به دستانی او شبها، بسرم نرم نرم می مالید. به سخن پیلک های چشم مرا، بسری پنجه هایش می مالید. چقدر در دلم تمنا بود، لیک از سادگی نمی گفتم. آنچنان دستی او بر روی دلم، و سها را شمرده می خفتم. باز در این شبهای بارانی کلبه مادرم به یاد آمد. چکچک شیفت شدت باران، در دلم عالم بداد آمد. مادرم مادر بهشتیم، جای تو در بهشت تعیین است. لیک حالا که می چکد بامد، من ندانم چه روزی سنگین است. مادرم مادر بهشتیم، نیستی تو از آن پشیمان ها. تیر باران نکشت اگر ما را، نیست باک ز برف و باران ها. مادرم مادر بهشتیم، آسمان باعث چه گریان است. اشک تو بس نبود در این دنیا، باز باران و باز باران است. در میان کوهساران سخت جانم زاده اند. در ره کوهسار بهر امتحانم زاده اند. والدین بینشانم چون نشانم زاده اند. در دیار کم زمین بیکرانم زاده اند. در میان چار دیوار بلند روها، که گرانی می کند بر روها اندوها. در ردیف قله های پاسبان روها، با دل بیدار و با روی جوانم زاده اند. با دعای موی سفیدان خدا ترس و بعار، بی سواد اما سواد آموز صد آموزگار. با شرافت های کمپیران بی فر جان سار، بهر حالا بهر فردای زمانم زاده اند. بچگیم به کسو تنها گذشت، مادرم با خوشه چینی ها گذشت. بچگیم به کسو تنها گذشت، مادرم با خوشه چینی ها گذشت. دامنش از خوشه پر از دامنی صحرا گذشت. دامنش از خوشه پر از دامنی صحرا گذشت. در سری سنگ نشسته هر بهار، می شمردم ترنه ها را به شمار. بچگیم با قطاری ترنه ها یکجا گذشت. بچگیم با قطاری ترنه ها یکجا گذشت. Shine.
نیسا لیک اساسوی نمی آمد جوان بچگیم با امید یاری بی پروا گذشت صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشایی شارد دستی دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان انگیزه است شاید از الهای مادر اگر شعرک سرودم از بود و از نبودم در سینه‌ام سرشته ساز و نوای مادر آغازی آفرینیش در رحمی است زین را صد داستان برآید از یک خجای مادر من یک نفس نباشم به یاد ذات قدسش از سر سپردگانم جانم فدای مادر. استادی بزرگوار من، این سیاره یتیم، این جهانی بی پرستار، این لحظه های بی سعادت و این منی دل شکسته بی تو بودن را چسان تحمل کنیم؟ به کسی که وجود منورش گلها و دلها و قندیلها و محفلها را آفتابی میکرد، به کسی که حضور عزیزش به زندگانی پوچ ما معنا میبخشید، به کسی که صدای شفافش در فضای ما ریخته جانهای مرده ما را انگیخته بود. آخر این خاک بر این سردی و درونداری چگونه هدیه الهی را، آن شاهکاری بی بدل را، آن یگانه و بی مثل را، آن طوفان عشق را آغوش می کند؟ مگر این رستخیز جاویدان خاموش می شود؟ ای استاد، ای ارمغانی ازل، ای بی‌نظیری علوی، ای ساده و زمینی و عادی، بی تو بودن چیست میدانی؟ تو از این درد بخبری چنان که آسمانیان از علم مرگ بخبرند. در وجود و سرود استاد لایق چیز مصنوعی نبود. اگر او میخواست فریاد زند فریاد میزد، اگر میخواست می نوشد می نوشید و از چشم خدا و خلق پنهان نمی نوشید. همیشه چون نقطه پرگار در نظرگاهی همه قرار داشت. شاید بعضی افراد برای آن می نوشیدند که از غم خودشان اندک رها شوند، اما درد و الم یک ملت، دشواری زمین و زمان و تمام بشر در دوش لایق بود. استادی به همتای من، کسی دشواری لایق را نخواهد برداشت بجز شعرهای تهمتنش. آخر شانه های نازک ما می شکنند. تو باری تمام آفاق، باری زمین و زمان، باری افراد و بشر را در تعهد داشتی. کاری که ما میکنیم محبت تو را به فردا بردن است. ای ترانه زیبای ابدیت، ای چراغ ملت، ای حماسه عشق و میهن، ای دانه راز و آرمان های ما، ایا بزرگ و فناناپذیر ما. مگر خبرت هست که لایق یکتا رفت؟ آسمان خبر دارد که بغض در گل نهان است. آفتاب خبر دارد که آن آفتاب سعادت پرتوی ما رفت. زمین خبر دارد که به محبت لایق یتیم مانده است. تو هم خبر داری؟ تویی که آن نام عزیزت در لب یگانه رفت. میشنوی؟ بعد مردن هم درونی گوری تر عشق مرا خاک میداند. بیا بر خاک دانی من بیا. ای لایق شعر و سخن،
ای یادگاری رودکی، تو آمدی بر این جهان بعد از هزاری رودکی. تو آمدی همچون نسیم تازه بر گلزار شیر، با آمدی تو تازه تر گردید رنگ و بار شیر. با زور شیر و شاعری تا آمدت کم جوش بود، با شیر پرتابت زینب شد گرمتر بازار شیر. مردی زیا بودی و نور و زیا می پاشتی، فرزندی دهقان بودی و تخم سخن می کاشتی. هرچند بار زندگی یک بار سنگینی تو بود، باری گرانی شیر نو بر دوش می برداشتی. بسیار دیدم عاشقان چون تو ندیدم عاشقه، در عاشقی مانند تو دیگر ندیدم صادقه. میلی تو گر بود بر شراب آن هم شراب ناب بود، از جام خیام آن بود و بر دیگران نایاب بود. بر گوش مردم می رسید از حجره هر آوای تو، ای لایق دور و زمان، ای یادگاری رودکی. تو آمدی بر این جهان بعد هزاری رودکی، باشد که بعد تو زینب یک شاعر پیدا شود، چون یادگاری لایق چون بازداری رودکی. آمد بهار و سوی گلستان نه آمدی، گل خیمه زد به دشت و بیابان نه آمدی. دوری می است لایق دوران نه آمدی. ای مردی راه که خانه چشم است جای تو، نام نکست در ورق سنگهای تو. لایق کجاست خانه دل بر سلای تو، صد چشم راه شد که به مجلس بیای تو. ساغر تهیست ساغر تهیست به تو سری خام نه آمدی.
بهایا مرا چی میدانید؟ شما بزرگی فروشا مرا چی میدانید؟ ندیدید چو یک بار جنگی رویاری شما گریزه میدان مرا چی میدانید؟ با آبی مرده فقط عکس خویش میبینید شما کنار نشینان مرا چی میدانید؟ اگر به اوج پرم من پری شما شکند از این معامله حیران مرا چی میدانید؟ زی گل شکفتی بهار شما خزان گردید شما خزانی پریشان مرا چی میدانید؟ به پیش چشمی حقیقت چو ذره ناچیزی به جهل و کینه بزرگان مرا چی میدانید؟ قرض داریم از آسمان و زمین از همه هرچی هست در دنیا از وطن قرضداری جانبازی از زمان قرضداری خدمت ها آن همه قرض که برای ماست خود شهادت دهد که انسان تا دم زنده آن همه را به کم و کاست بازگردانه. شادی ما شادیان خانه
پسرم هرگز قرض مگیر که تو را روزانه بیچارگی و شبانه غم و اندوه فرا میگیرد. پسرم در جنازه ها اشتراک کن و در توی ها اشتراک نکن، چون جنازه آخرت را به خاطرت میآورد، اما توی اشتهایت را به دنیا زیاد میگرداند. پسرم رفتارت با دوستت باید چنان باشد که گویا او شخصی است که به تو احتیاج ندارد ولی تو به او احتیاج داری. پسرم هیچگاه به دروغ دل مبند که دروغ از گوشت گنجشک هم با لذت‌تر است. اگر شاعری که در طول فعالیت ایجادی از تولد تا مرگ شعر گفته باشد، این تنها لایق شعری است. یکان شاعری که از دوره زادن تا مرگ، یعنی از گهواره تا داوود در باره تمام دوره های فعالیت عمر انسانی و دایر به تمام اشیاها شعر گفته است. این استاد لایق است و این چهاربین ما به فرجام رسید. حالا سخن به مشاور شعبه معارف شهر پنجکه محترم رحمان بردی امام بردی. مرحبا. استاد لایق میگوید سرودی 5 رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز 5 رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درودی جاودانگی. و حالا ما در روز یادبود استاد لایق، در روز سالگرد استاد لایق، سرودها، شعرها، صحنه‌های با روی شعرهای استاد آماده کرده شده، رقص‌های زیبا، ترانه‌ها شنیدیم که اون زحمت خیلی زیاد استادان مؤسسه تعلیمی رقم 3 به نام نبی کریم فاس، زحمت دیرکتور مؤسسه اورجان باباجانوف، زحمت معلمه تاج‌نثار یونسی است و زحمت خانواده‌های این مؤسسه تعلیمی، اونهایی که اینجا برای ما یک نمایش خیلی زیبایی را پیشنهاد نمودند. و گویا خود استاد لایق میگوید من زنده بیرون آمدم از گورها، نزدیک یاران آمدم از دورها، چون بروزم باز آمدم، بر خویشتن باز آمدم، گنجی مرا نبود بها، گنجورها. و من به اینها، با این شخصانی که این برنامه را آماده نمودند اظهار تشکر میگویم و برایشان با شعر استاد لایق که شعر خراسان بزرگ است گفتنی هستم: عطای فضل یزدانی که با جمع و پریشانی، تپد با هم تند با هم، دل تاجیک و ایرانی، به تاجیک و به ایرانی محبت باد ارزانی، صداقت باد شهامت باد نجابت باد ارزانی. و همه آن چیزهایی که استاد گفتند، شهامت، نجابت، زیبایی ها همه برای شما از آن دل ارزانی باشد. تشکر. و حالا سخن جنبستی با استاد محترم سنگین و صلاح‌الدین، معاون مدیر کبریت نتادی شهر معارف شهر پنجکه. مرحبا. ما همه جا یک لحظه خیلی راحت بودیم، چون که بزرگترین انسان دنیاست لایق شیرالی. و امروز نزدیک یک بزرگ شدیم واخوریم، گفت که در بین شاعران تاجیک که امروز سطح جهانی دارد، لایق شیرالی و فرزانه است. دنیا میشناسد. شخصا من بسیار راحت بودم با ماموریت مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 3 و تمام آموزگاران، مخصوصا با معلمی جوانی که همین محفلی بدی رو تشکیل کردند، یک جان تشکر میگم. من باور دارم که دیگر مکتب شهر این اقدام مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 3 دوام میدم. برای لایق خدمت کردن نکرد، خواندن نکرد، لایقان سلامت.